دوستان عزیز ما در ناحیه عینی هستیم. همراه برادران ان شاء الله نماز عصر میخونیم، بعداً باز سفر هنری را دوام میدیم. میشه سرمان جان؟ اگر توراتخونه بیاریم ان شاء الله هست اینجا توراتخونه همه چیز شرایط شما. انا این مقبره را انا می و جوی ازانگویی ایده و میره جورا ببین چند سال انا میخوام بدرو میتونی درآمده من درآمدم بالاش برآمده بودم با خدا انا بدرو تماشا کنم من درآمده من اون روز برآمده بودم. برادر عزیز اینا چند ساله ها شده ایستاده. باز میپرسیم مایدارون چند سال شده گه با رفتی اکا جورا خان انشالله نمازی عصر میخونیم برادر. سفر ما را دوام میدیم. افسمه بیا بچه شما دوره این جوی تلفن ها باشه. آه مرا برادر عزیز ما امروز سفری هنری داریم به شهر خوجند. گفتیم همین نماز عصر خونیم ان شاء الله با دعای شما میریم. تیز ای بخیر تیز کوخی هم هست. اله دیگه گیر پوش کو بیا سلامت سربلند باشه اکا جان. سلامت سربلند باشه. بخاطر تیز که باشه جان تیز سرعت کنه اینه میسوره تورات خونه ای بخا ای هیلا تورات خونه اونه هیلا نوشتگی ای اینه تورات خونه تیز که گذاشت هست. عزیز مخلصان بسیار عزیز منم با همراه برادران بسیار گرامی قدر در اینجا حضور داریم. من یعنی که عزیزان دیله که همیشه استقامت میکنن و اکای عزیز ما اکای میرزا شریف سید علامه خان برادر عزیز ما هستن. من حاضر درباره تاریخ انا همین مناره کم گپ میزنن نصیب باشه با شما تماشا کنیم با در حق ما دعاگو باشه در حق اکا دعاگو باشه. خوب این مناره که از موضع‌های تاریخی در ناحیه عینی به حساب می‌رود. خب سال ساختنش ما عمیق نمی‌دونیم فقط عصرش می‌دونیم که از اصل نو ساخته شده است. ساختمان این مناره رو یک نفره که از روی شنید و از روی همون نقدهای پیرو که با ما اومده رسیده است که یک نفره از ویزانتیا یعنی روم اومده در اینجا در 4 موضع یعنی 4 دهه ناحیه عینی همین مسجد پوشانیده است و در بری مسجد همین یک مناره بنا کرده است. مناره اصلا چی رول گیم چی وظیفه داشت؟ وظیفه مناره همین بود که در مؤذن یعنی اذانگو در بالای اون برآمده اذان میگفت. تو سالهای نزدیک مناره خیلی در حالت خوب تو زمانی ما اومده رسیدگی بود، اما در سالهای اخیر ندونم از چه سبب، شاید از سبب گذشت زمان باشد، شاید از سبب اینکه گرد اون رو برقرار سازی کرده، از نفسازی کرده، محصولاتی بتونی ریختن کمی فرسودش است. لیکن حالا هم در حالتی خوب قرار دارد، میتونید تو بالا برآمده از بالا و دید اطراف بی‌ملال نظاره کنید. خلاصه کلام که این مناره اصلا برای همین در بری مناره که مسجد بنیاد گردیده است برای از بالای اون برآمده اذان گفتن به مردم گرد و اطراف یعنی شنوانیدن اذان دعوت به نماز ساخته شده است. سلامت باشه کجا سلامت باشه.
امروز همراه برادرم و سفر هنری داریم به شهر خوجان. شما البته همراه پیری کار، همراه اکاجان در حق ما، در حق هنرمندا دعاگو باشید. سلام باشید. شما سفری بی خطر، سفری خوب، سفری خوش، سفری باوران آرزو میکنیم. شما کم مسافر هستین میگن که دعای مسافر هیچ مستجاب میگیره، یعنی قبول خداوند است. شما در حق ما دعاگو باشید. سلام باشید. دوام برکت به شما را. خداوند باشه. خداوند با شما برکت در کسب کار دو خداوند نگهبان. برادرای ما هم تورات کردن آمدن ان شاء الله. خداوند باشه. در امان خداوند خدا شما سفرتون رو با برکت و با فیض و بی خطر گرداند. آمین. یا رب العالمین. داری شما از دیدار شما شاد هستیم. خیلی خیلی شاد هستیم. بله. او نج میده برای شما صحنه‌های استوار همیشه استوار باشه. در جای خود نج میده بسته ما برای شما. شعرم بنویسید. مصطفی زنده باشم. زنده باشه. ان شاء الله. جناب اولی نزدیک میگیرن. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نصیب از جان ان شاء الله. ما نماز خدا نگهبان. شما هم خاص میکنید اما دوستان عزیز، اینجا همراه استاد عزیز استاد اکرمی زرابشاه حضور داریم. باره که این برادر که یک گشتگی بودیم شناس کنیم، با شما خیلی خرسند هستم برای که شما لطفتان زیاد است و همیشه میگن که خواجه صاحب که دست خواهیش چون صدف مکشای پیش خاکیان هرچی میخواه دل از عالمی بالاتر. خدا تمام همین داریم که خداوند هر چقدر که میگن هر کجا که میبرد حاطی خداست که دیگر ما خداوند باشد. هر کجا میره سفرتون سفری بی خطر باشد و خاطر چی خود زندگی ناز نزنه میبرد. میگن که زندگانی پدرت نیست پسر که همه ناز تو را بردارد. زندگانی پسرت خواهد بود و سرت ناز جهان بگذارد. برای خداوند نگهبانتان باشه. زنده باشه استاد جان. زنده باشه. برکت در کسب کارتون. دعاگو باشه استاد عزیز. زنده باشه. در امان خدا. از اصل 9 مانده است. این همه خیلی با بالا میبره. خیلی تا خورده میبره میره. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین. این فتحنا پیشوا نصر من الله از خفا هادی نبی مصطفی سالم رو آنیم بیا فالله خیر حافظا تمت بحمد الله. الله اکبر. سلامت باشه. خدا رحمت. بجای مختصر هستیم. سلامت باشه. خدا نگهبانتون باشه.